Я новый Бог. Мне, мое тело селился Бог. میگه وقتی که بنده توبه کنه خداوند چنان از توبه بنده خشنود میشود که اگه تصور کنه میگه که یک مرد در یک صحرای بی آب و گیاه به تنهایی در بالای یک شتر سوار رفته است، معه راحلته علیها زاده و طعامه و شرابه. بالای شتر در میگه در یک پوچه خرجینش آبشه، در یک پوچه خرجین دیگرش نان و طعام و کیلوواری و همون دولت ثروتش. فنام فاستیقظ و قد ذهبت. میروه یک درخته که میبیند در او بیابان بی آب و گیاه، میگه در همین تیسویگی اندک استراحت کنم خوب کنم و سفر مدوام میتم. سرش میمونه خوب میکنه، از خوب میخیزه که شتر نیست. اون شتر وسیله نجاتی او مرده که شتر عرب ها کشتی بیابان میگن. تصور کنید در بیابانه که در هزارها فرسخ یگان آبادی نیست، آب نیست، گیاه نیست، شخص به توشه چهل میتونه که سفر کنه، در صورتی که توشش همش در داخل همون خرجینای شترش بود، هیچی همراهش نیست، خیز که شتر نیست، پای درکش نیست. فطلبها حتی ادرکه العطش. بیچاره بالا دوید، پایان دوید تا اینکه زبانش از حلقش زد در اومد، از تشنگی دیگه مداری راه گردش نموند. ثم قال ارجع الى مکان الذی کنت فیه فانام حتی اموت. دیگه دست دلش از حیاتش شست، گفت همون زیر همون درخت میرم و سرم میمونم تا وقتی که خدای تعالی امانتش بگیره، دیگه من چیکار میکنم؟ به توشت سفر کرده نتونم در گرمی. فوضع رأسه علی صاعده لیموت. سرش در بالای صاعدای دستش، یعنی که دستا را در پشتی سر موند و سرش در بالاش اوجا بالیش نبوش اوخی سرش همون که همه خیلقه تا وقتی مردنش دراز بکشه و به همه حالت بمبرخ خوب کنه. فاستیقظ و عنده راحلته و علیها زاده و طعامه و شرابه. گفتیم که دست دلش از حیات شست است. یه وقت چشماش باز کرد که شترش در بالای سرش کوشه کده است، نخشاب کده است. در بالای شتر همون خرجینایی که آب دارن، طعام دارن، کیلو و نقره مردک در روشون است. اخی شما تصور کنید که این مرد چقدر خرسند میشوه، آدمی که تمام مرگ علاقه به مرگ تسلیم شدگی است. در همینجا امام مسلم اندک گلوه کرده است، این قول در بخاری نیست. میگه فاخذ بختامها ثم قال من شدت الفرح اللهم انت عبدی و انا ربک. ایجاش میگه میپره میخیزه، این مهار شتر میقپه از بسیاری شادیه که خدای تعالی در قلبش انداخته است. زبانش میگیره گم میکنه، به جای آن که بگم پروردگار و من بنده عاصی تو هستم، تو خدای مهربانی من هستی، مربی من هستی، برعکس میگه خدای من مربی تو هستم، تو بنده من، نعوذ بالله. اخطأ من شدت الفرح، ای شادی بسیاره دیگه زبانش گپ شنه میگیره گم میکنه. حقیقتا همین خیلی هست. رحمتی پدرم قصه میکرد که در همین سری خسار اونجا ره نداره، همین کمبودی اساسیش ره شاید نباشد، یک مکان یک موضعی هست که باور کنه همین کورارزه، بسیار کورارزه باید هرچی ره نداره فسق و فساد به اوجا نرسیده است. الحمدلله. برای یک جو بجای دیگر رفتن همین یک آب مگرم 10 بار بگذاری آبی سرخاب دارن. میگه فصل بهار بود آب تیزتر بود، رحمتی نقل میکنه. میگه در همون ساحل اومده، میگه یک کمپیرک شیشتگی خطی نوستش کمپیر پیر اکو نمیتونن آب بگذارن، آب تیزه شپش میکنن. بعد میگه گفتم که بیام اومد در پشتم بشی بگذارون. اومد در پشتورم سوارش کرده، میگه کمپیر گذاروندم ایوسا کمپیر پیر قریب 100 ساله. بعد اتا دعا میتم خداوند جوان مرگت بکشه، در مطمئت بشینم. بعد میگن واسهش گفت که آخه محمد تو چی گفته استی؟ تو او گذارو دعاش ای خاک در دهنم چی گفتم
کامپیر دیگه عقلش گم کرده است، فراموش خاطر شده است، نمیتونه چی بگه. ای شادی را ببینه، همین مردم ببینه اگر در حالتی عقلش در جا بودنش میگفت کافر میشید. نعوذ بالله. کسی بگه پروردگارو نعوذ بالله تو بنده من هستی، کافر میشود. اما از شدت خرسندی را زبانش دیگه گپش نگرفت، از شادی را گفت خداوند این را میبگذره. ما زبان را ننگریم قال را، ما درون را بنگریم حال را. حالا بعدا در صحیحی در هر دو اومده است، هم در صحیح بخاری و مسلم که فالله اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته و زاده و طعامه. خداوند میگه به توبه بنده مؤمن از همین مردی خشنودتر میشود. شما که تصور کنید پروردگار بی‌نیازه که نه احتیاج به توبه ما داره، نه احتیاج به نماز ما داره، نه احتیاج به روزه و زکات ما داره، پروا نداره. اما ببینه که ما از توبه ما خشنود نشود، از یک ما اصلاح میشیم خدای بزرگ خشنود نشیده است. پس باید ما کوشش کنیم خشنودی رحمت پروردگار را همیشه به دست بیاریم، همیشه کوشا باشیم. گر برانی به گناهان قبیح هم زیدری خیش، هم به درگاه تو آیم که لطیفی و خبیری. دست بر دامن عفوت زنم و باک ندارم، که کریمی و غفوری و رحیمی و حلیمی. این خیلی خدای بزرگ داریم. شخصی که خیلی خدای مهربان داره خشا به حالش هرگز دیر نمیشود. باید که توبه کنیم برادرای عزیز، اصلاح طلب کنیم از این خدای بزرگ، زیرا این خدای مهربان ما به نهایت توبه پذیر است، نسبت بنده ها بسیار مهربان است. در خبر آمده است، حدیث امام ترمذی به اسناد حسن صحیح روایت میکند، همچنین در سنن ابن ماجه است از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی است که اصلا گناه نداره. شما میفهمید؟ شخصی که صدقاً توبه میکنه گویا گناه نداره، زیرا خدای تعالی گناههای مرده که محو میکنه. امام طبرانی در معجم کبیر و اسناد بسیار جید قوی روایت میکند از ابی طویل شب الممدود صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد، گفت ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا ضاجة إلا أتاها فهل ذلك من توبة؟ گفت یا رسول الله، ببین گفت یک شخصی که از هیچ نمود گناه ها رو نتافته است، همه گناه ها کرده است، روش سیاه که به همه معصیت ها آلوده است، در برابر این هیچ خواهش نفسانیش ترک نکرده، هر چی که دیدش بکشید انجام میداد. همه آدم فاسق فاجر آیا توبه داره؟ آیا خدای تعالی گناه همین بنده که میبخشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید که مرد در باره خودش گفته است زمان جاهلیت پیش از اسلامیش، گفت فهل اسلمت؟ یا ابو طویل گفت بسیار قدش بلند به دست این مرد. ابو طویل یعنی پدری درازی. عربا هم خیلی فعل دارن، وقتی که مثلا به یک کس کنیه میمونن همون بعضا میبینن شکل و صورت ظاهریش هم میبینن، صفتاش هم میبینن، به همون کنیهش هم میتن. گفت آیا اسلام آوردی، مسلمان شدی؟ گفت فاما انا فاشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت یا رسول الله، من همیشه گواهی میتم که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و بر این که تو رسولی بر حق فرستاده بر حق او هستی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودش، گفت تفعل الخیرات
و تترک السیئات فیجعلهن الله لک خیرات کلهن. گفت من بعد فقط کار خیر را نیکن، گناه ها را ترک، دیگه با گناه ها بازگشت نداشته باش، با گناه دیگه بازگشت نکن. در عوض خدای تعالی همون گناه هایی را که پیش از اسلام کرده بودی، همون معصیت هایی که کرده بودی، همش به حسنه بدل میگردونند. حتی گناه تا حسنه می نویسند. این مردک حیران شد، گفت یا رسول الله و غدراتی و فجراتی، گفت همه غدر خیانتکاری هایی که نسبت الله کردم، همه او فجر زیناها و حرامی هایی که من کردم، همورم پروردگار به حسنه بدل میگردونم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نعم، بله. این مرد گفت الله اکبر، صدای تکبیر داد. فما زال یکبر حتی توارا، تا زمانی که ای چشم میگه پنهان نشد، اما الله اکبر گفته میرفت. و مرد با اشک دیده در چشمش که ببینه ای خدای مهربان و نازنین گناه بنده ها را وقتی که توبه صدقی کردن با به ثواب بدل میگردونه، نامه اعمال من سفید میگردونه. حضرت شیخ عطار یک قصه عجیب آورده است در منطقه طیر. میفرماید والله اعلم در منطقه طیر نیست، در الهی نامه است، ببخشید در الهی نامهش. چنین نقلی درست است از پیامبر که حق گوید به بنده روز محشر که ای بنده بیا و نامه برخوان که تا چی کرده ای عمر فراوان. از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه روایت میکنند، افسوس که وقت کم است، ما هم فقط شعر گفته میتونیم. انشاءالله حدیث در همین موضوع حدیث صحیح دیگر هم هست که عین همه چیزی را که شیخ عطار آورده است بیان میکنه با اسناد حسن صحیح. او را ترمذی روایت کرده است. انشاءالله هفته آینده در ابتدا اول همین حدیث میگیم. یعنی که از رسول الله میگه روایت است که فردا روز قیامت خداوند به بنده نامه اعمالش میگه کو اک نامه تا بخون که در مدت عمر چیکار کردی. چه بنده نامه برخواند به یک بار، چه بنده نامه برخواند سراسر، نبیند جز معاصی هیچ دیگر. وقتی که بنده نامه اعمال تماشا میکنه سر تا سر سیاهی، ما خودمون حتی تصور نمیکنیم که در این روزا چقدر گناه میکنیم. یک سخنی درشت دغلی که با مادرت گپ گردونی میکنی چنان گناهی هست که قسم به خدا از کوه احد وزنین تره، اما ما نمیفهمیم. دل یک مسلمان وقتی که به بیهوده آزار میتی چنان گناهی هست که از کوه احد گرانتر است، اما ما حس نمیکنیم در یک روز دل 100 کس می آزاریم. یک فتنه که میکنی والله از 100 کوه احد گرانتر است. همه همی در نامه اعمال مثبت است. کرام الکاتبین همه را می نویسند. خیال میکنیم گناه نداریم، اما فردا روز قیامت وقتی که نامه را در دستام میتن، چه بنده نامه برخواند سراسر، نبیند جز معاصی هیچ دیگر، چه در نامه نبیند جز سیاهی، زبان بکشاید و گوید الهی، به دوزخ میروم زین باری تاوان. وقتی میبینه که عملهای حسنش اندک و تمام نامه اعمال هم سیاهی تلخش میکفه، میگه پروردگارو به دوزخ میروم زین باری تاوان. حقش گوید که پشتی نامه برخوان. امر خدا میشود که اگه نامه را بگردم پشتش نگه کن. چه پشتی نامه برخواند به یک بار، چنین یابد نوشته آخری کار. بدی را چون پشیمان گشته باشد، حقش 10 نیکویی بنوشته باشد. بجای یک بدی داننده راز، نبشته باشدش 10 نیکویی باز. وقتی که پشت نامه را میبینه از بس که این بنده توبه کرده است از گناه ها، دیگر رجوع به او گناه ها نکرده است، خدای تعالی در عوض هر یک گناهی کردش میگه 10 عمل حسنش نوشته است. چه بنده آن ببیند شاد گردد،
زهی بنده زی غم آزاد گردد شاد نمیشه. در همین دنیا یک کسی یک پارچه زمین بتد ای شادی را در کرتد نمیگنجی و وقتی که نامه اعمال و سفید چید آخی خدای تعالی جنت برات هدیه میکنه ای در شادی زیادتر میشه. جنت پیدا که دیگه نه مرگ داره نه آخر داره نه فقر داره نه بیماری داره. به حق گوید که قیوم مطلق ندیدم از کرام الکاتبین حق. میگه پروردگار را این کرام الکاتبین همه گناهی برای ننوشتیم که من دارم گناه زین بیش بسیار که ننوشتم بر من آن دو هشیار. بعضی گناهی اندکی کرده بودم او را ننوشتیم ترکش کردیم. بفرما بر من مسکین نویسم. بفرما شو که پروردگار همو را بنویسم زیرا که توبه کرده بودم ولی چون آن نوشتند این نویسند و در عوض هر گناهی با 10 ثواب دیگه من بده. جانش دمیده که ای دوزخ نجات یافت با ببینه چقدر زبانش دراز شد. انسان همیشه همه خیلی نه به مال دنیا سیر میشوه نه به طاعت عبادت سیر میشوه اگر انسان صالح باشه نه به خواندن علم. شخصا من عالم کسی را میگم که تا وقتی مردنش از علم سیر نشوه همیشه در طلب علم باشه. او کسی که یک زمان 5 سال و 10 سال و 15 سال خوند و بعد دیگه کتابا را ته کردی از سال فرد او عالم نیست او جاهله. بگو تا بر من مسکین نویسند ولی چون آن نوشتند این نویسم. پیامبر از چنین گفتار و کردار بخندید و شدش دندان پدیدار. حضرت میگه چنان تبسم میکرد بعد همین قصه را کردن که دنداناش حتی دیدیم دندانای زیبا و مثل شیر سفید شد. پس آنگه گفت با داننده پاک زهی گستاخی آخر از کف خاک. ای خدای بزرگ گفت حمد ثنا را که از یک کف خاک انسان خلق کردی با این قدر بیباکش کرده که به هیچ چشمش سیر نمیشه. خوب در همیشه صحبت ما به آخر میرسونیم زیرا وقت ما تمام شد. انشاءالله ما وعده کردیم که در موضوع توبه مفصل صحبت میکنیم. هفته آینده از همین جایی که قطع کردیم صحبت مونه اگر خدا امکان مداده باشه و نصیب مگردونده باشه صحبت خدا دوام خواهیم داد انشاءالله. و آخر ای بندگان خدا از رحمت خدا هرگز ناامید نشوید. خداوند همه گناه ها را می آمرزه. خداوند غفور است، آمرزنده است، رحیم است، مهربان است، با رحم است. از این خاطر است که خداوند گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک هرگز نمیبخشه اما او گناهایی که از شرک کمتر هستند اونا را از هر کسی بخواهد میپذیره و گناهاشون میبخشه.